به نام خدا. موضوع ریشه ایرانیان و دروغ بزرگ مهاجرت آریایی ها. عزیزان، بر اساس تورات مقدس و قرآن کریم تمام مردم جهان از نسل 3 پسر نوح یعنی سام، هام و یافس هستند. یافس 7 پسر داشت که یکی از آنها مدعی بود. مدعی در زاگرس و شرق زاگرس ساکن شد و بعدها از نسل او ملت ماد پدید آمد. بعد از مدتی مادها به چند قوم تبدیل شدند. از این رو در سراسر فلات ایران پخش شدند و بدین ترتیب ایران عزیز پدید آمد. جدا از تورات مقدس، نقشه ژنتیکی منتشر شده از اقوام ایران هم بر همین سخنان استوار است. چنان که در این نقشه ژنتیکی نیای تمام ملل ایران به نیای کردها، مادها برمیگردد که در آن برخلاف تعداد زیاد کردها، نقشه ژنتیکی آنها به صورت یک دایره کوچک است که به سمت نیای هیچ قومی کشیده نشده و همچون تنه درختی استوار در مرکز نیای اقوام ایران قرار داره و نیای تمام ملل ایران در جهت نیای کردهاست یا به نوعی از کردها که همون مادها هستند ریشه گرفتند. از این رو ما ایرانیان آریایی هستیم، اما بومی ایرانیم و افسانه. مهاجرت دروغ است.